بسم الله الرحمن الرحیم. به عنوان مدرس دوره‌های استعدادیابی و هدایت تحصیلی امروز در وبینار از خوارزمی تا آینده استعدادها برای هدایت تحصیلی هدفمند برای مخاطبین عزیزمون، مدیران، مشاورین، دبیران، معاونین و والدین محترم میخواهیم در اصل مطالبی رو بیان کنیم که وسیله اونها بتونن یک مسیر هدفمندی رو برای فرزندان خودشون یا کادر آموزشی برای دانش آموز خودشون فراهم کنن. امروز ما یه سفری خواهیم داشت از میراث علمی گذشتگانمون تا روش‌های نوین هدایت استعدادهای دانش آموزان در عصر حاضر. هدف ما در اصل ارائه چارچوب کاربردی عملیاتیه تا از طریق اون بتونیم به مدیران، مشاورین، دبیران، کارشناسان آموزشی و والدین محترم کمک کنیم تا بتونن با شناخت دقیق استعدادهای متنوع دانش آموزان یا فرزندانشون اونها رو در مسیر تحصیلی و شغلی مناسب هدایت کنن و یا در کنار اونها قرار بگیرند و مسیر درست رو بهشون نشون بدن. در اصل ما در این وبینار میخوایم از تجربیات گذشته درس بگیریم و به سوی آینده روشن‌تر برای نظام آموزشیمون گام برداریم که به این وسیله دیگه ما دانش آموزایی نداشته باشیم که پس از 1 سال یا 2 سال در متوسط دوم بخوان تغییر رشته بدن یا دانش آموز بعد از چند سال کلا تحصیل رو رها نکنه یا اصلا بعد از تحصیل خودش مسیر تحصیلی شغلیشو گم نکنه و دچار سردرگمی، نگرانی و عدم حالا شناخت نشه. در اصل ما در این وبینار میخواهیم کمک کنیم تا انشاءالله مسیر هدایت تحصیلی دانش آموزان هدفمند و هموار باشه. در ادامه در